سنگین هست که حتی وقتی یکی از این خانواده ها خواسته در منزلش دعای کمیل برگزار بکنه، باز هم ریختن و تعدادی رو بازداشت کردن و بردن. و میبینیم که اینقدر فضا در کشور نظامی هست، چون عده‌ای در داخل تلاش دارن بگن که فقط عده‌ای سوسول دنبال این هستن که بگن اعتراض بکنن، کسایی که در واقع رأی بردن و بیان در واقع شمال و جنوب بکنن، در حالی که بسیاری از مردم طبقه متوسط به پایین هم به آقای موسوی یا کروبی رأی دادن یا به آقای رضایی، به کسی جز احمدی نژاد رأی دادن که در واقع خواهان تغییر در این جامعه باشن، که متاسفانه این تقاضاها به خون کشیده شد.